الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، مجددا السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خداوند تبارک و تعالی رو بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم به خاطر همه نعمتهای خوبش. همه نعمتهای خداوند خوب هست، چون خود خداوند خوب هست. همه نعمتهای خداوند مفید هست، هم مادی و هم معنوی، چون خداوند مثبت نگر هست. هیچ موقع خداوند دید منفی نسبت به ما و شما بندگانش ندارد. شاید ما بندگان خدا هم دید منفی نسبت به خدا و هم دید منفی نسبت به همدیگر داشته باشیم، ولی خداوند همش دید مثبت، دید منفی و بد هیچ موقع به بندگانش ندارد. همه نعمتهای خداوند رشد، توان، توسعه، سلامت، سعادت آفرین است، چون خداوند بندگانش را دوست می‌دارد و قطعاً کسی که کسی رو دوست می‌دارد خواهان رشد و ترقی و پیشرفت دوستش هست. این امری است مسلم. اگر پدری فرزندش را دوست دارد و واقعاً اون پدر است، اگر معلمی شاگردش دوست دارد و واقعاً اون معلم هست، اگر برادری و خواهری برادر و خواهرش را دوست دارد و واقعاً برادر و خواهر هست، از رشد و پیشرفت و ترقی و توانمندی و توسعه فرزندش، شاگردش، برادر و خواهرش نه تنها دلخور نمی شود، ناراحت نمی شود، بلکه خوشحالم می شود. قطعاً خداوند بهترین دوست است. دوستی بالاتر از خداوند سراغ نداریم، حتی اگر ما و شما اون خداوند و اون دوست رو واقعا نشناخته باشیم. خیرخواهتر و دلسوزتر از خداوند دوستی برای من و تو نیست. حالتهایی در زندگی ما و شما پیش می آید که همه دست از ما و شما می کشند. حتی نزدیکترینم بعضی موقع نسبت به دوستش بی‌حوصلگی به خرج می دهد. نزدیکتر از همسر، اگر همسر را یک دوست حساب کنیم، خیلی وقتا حوصله مردش هم ندارد، برعکسش هم صحیح است. ولی خداوند همیشه حوصله بندگانش را دارد. در هر ساعتی از شبان روز، در هر حالتی که باشید، دوستی کاملتر، خیرخواهتر، دلسوزتر از خداوند سراغ نداریم که کاملا حاضر هست با اون عظمتش درد دل بندگانش را خوب گوش بدهد، با حوصله، با ادب، در هر ساعتی، بدونی که حرف دوستش را قطع کند. کاملا گوش میدهد، تو حرفم نمیپرد، حرفتم قطع نمی کند. رابطه دوستی ما با این دوست خیرخواه، نه هم دوست عادی
که ناچار است به دوستی ما اعتراف بکند. کسی که از ما مستغنی است، نیازی به ما ندارد، ناچارم نیست، در ضعف هم قرار نداره که اعلام بکنه چون به ما نیاز دارد، کاملا از ما غنی و مستغنی. قل هو الله احد الله الصمد. با این وجود دعوت به دوستی می کند. الله ولی الذین آمنوا. از این دیگه اعلامی بارزتر، الله ولی الذین آمنوا. الله دوست انسانهای عاقل هست. کلمه آمنو در قرآن به معنی عقلا، کسانی که واقعا اهل خرد هستند و اهل تفکر و اندیشه هستند و دوراندیشند. قطعا الله دوست جهال نیست. اگر الله علیم است، الله دوست جاهل را نمیپسندد. اگر الله حکیم هست، به دوست کودن و نفهم و احمق افتخار نمی کند. اگر الله کریم است، سخاوتمند است، به دوست بخیل افتخار نمی کند. کسر شأن است. پس خداوند در قرآن می‌فرمایند الله ولی الذین آمنوا. خیلی زیبا. من دوست هستم، ولی نه دوست هر کس با هر مرام. فقط دوست انسانهای عاقل، کسانی که اهل خرد و اندیشه و تفکر هستند، کسانی که مثبت نگر هستند، کسانی که واقعا صاحب نظر هستند، اهل علم و درایت و فهم و درک و شعور هستند. پس الله اعلام کرده، بعد از اعلامم اقدام کرده، گفته اگر کسانی که من اعلام دوستی با اونها کردم دچار مشکل شدن در زندگی، من اونها رو هدایت میکنم، اونها رو حمایت میکنم، اونها رو همراهی میکنم تا به مقصودشان و منزلشان و مقصدشان برسانم. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. وقتی که با این انسانهای عاقل دوست شدم، اونها هم متقابلا پذیرفتن دوستی مرا، قطعا برای رهایی بخشیدن اونها از تاریکی های معصیت و ظلم و ستم و کفر و شرک و نفاق تلاش میکنم. یخرجهم من الظلمات الی النور. چقدر ما نیاز داریم که از تاریکی نجات پیدا بکنیم، به شرطی که با اونهایی که تاریک نگرن دوست نشویم. اونهایی که دنبال تاریکی زندگی ما هستن دوست نشویم. اونهایی که دنبال درخشندگی و روشنایی زندگی ما هستند، دنیا و آخرت ما هستند، که در رأس اونها الله قرار گرفته. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. باید دست دوستی به الله داد. همین نعمت‌های خداوند برای ما و شماست، اهم از مادیات و معنویات. خداوند با ایجاد این همه نعمت‌ها به ما و شما توجه کرده. شایسته نیست که با منحرف ساختن نعمت‌ها از مسیر رضای خدا هم به خدا بی توجه باشیم و هم به نعمت‌های خدا و هم به خودمون و آینده خودمون و جامعه اسلامی و انسانی. کسی که نعمت‌های خدا را در محل خودش قرار نمی‌دهد، عقل یک نعمت هست، اگر در محل خودش قرار ندادید
دیگه به عنوان یک نعمتی که خداوند برای بها دادن شما بوده استفاده نکردید، دیگه اون نعمت شما رو بها نمیدهد. عقلی که سبب تاریکی زندگی من و شما بشود، قدمی که سبب تاریکی و بی‌آبرویی زندگی ما و شما بشود، بذل و بخششی که سبب تاریکی نه تنها وجود خودت، خانواده خودت، بلکه جامعه خودت بشود. خیلی بذل و بخشش ها سبب تاریکی می شود. نه هر بذل و بخششی دنیا رو روشن می کند. نه هر پول خرج کردنی دنیا رو روشن می کند. نه هر سخاوتی دنیا رو روشن می کند. خیلی از سخاوت ها دنیا رو تاریک می کند، درون انسان رو تاریک می کند، خانواده انسان رو تاریک می کند. پس اونهایی که نعمتهای خدا را از مسیر منحرف می کنند، در حقیقت هم به خودشون و هم به خانواده خودشون و هم به نسل آینده و هم به جامعه خودشون و هم به خدا و نعمتهای خدا بی توجه بودند. پس دیگه انتظار توجه خداوند به خودشون در طول زندگی نداشته باشند. خداوند اتمام حجت کرده، روشنایی را به اوج رسانده و تعریف و تمجید کرده از روشنایی و تاریکی رو بیان کرده و اسباب تاریکی و تاریک شدن بیان کرده و برای هر کدوم قیمت گذاشته. برای روشنایی و روشنایی پسندی و برای تاریکی. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها کلا بران علی قلوبهم. اونهایی که دلهایشان را تاریک کردن با نکته های سیاه معصیت، امید روشنایی نداشته باشند. اونهایی که پنجره های دلهاشون رو بستن که نور هدایت و خورشید نبوت بر اون نتابد، انتظاری نداشته باشند که نوری از جای دیگر بتابد، چون دولنگه پنجره را که بر دلشان میتابید نور هدایت بستند. خداوند که روشنایی هدایت را دریغ نمی کند، همینطوری که اشعه خورشید را دریغ نمی کند. چرا کافر و مسلمان به وجود آمده؟ خورشید بر همه میتابد، خورشید هدایت هم بر همه تابیده، نور معرفت هم بر همه تابیده، فیوزات خداوندی هم بر همه میبارد، اما تعدادی خود را در معرض فیوزات خداوندی قرار میدهند و تعدادی خود را عقب میکشند. مجلس خیری وقتی برگزار میشود همه در جا میزنند، مجلس شری وقتی برگزار میشود همه مثل پروانه های عاشق خودشان را برای سوزاندن در اون مجلس سرازیر میکنند و مسافت های طولانی طی میکنند. در رهگذر بلا نشینی گویی که رضای حق چنین است: هرچه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی، کس نکند به تو آنچه که خود به خود کنی. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جو ز جو. پشت برنامه های خدایی رو خالی کردن یعنی پشت خود را خالی کردن، و پشت برنامه های شیطانی رو پر کردن، تقویت کردن یعنی در آخرت و دنیا خود را ذلیل کردن. چه قوتی از معصیت خدا تولید می شود تا به حال که سراغ نداریم. چه کسی از معصیت خدا برد کرده، به آبرو رسیده، به توانمندی رسیده. چه کسی از ظلم افتخار آفرینی کرده، سراغ نداریم. اگر قرار بود کسی از ظلم افتخار آفرینی بکند و نام خیر و نیک برای خودش باقی بگذارد، پس اون فرعون بود، اون ابو جهل بود، اون ابو لهب بود، اون نمرود بود.
اگر کسی از بخیلی و بذل و بخشش در معصیت خدا افتخار آفرینی کرده و واقعا به اوج رسیده، پس باید اون قارون باشد. فخسفنا به و بداره الارض، ما زمین را زیر پای قارون و قصر قارون و زندگی قارون و خود قارون باز کردیم و ممتلکاتش و قصرش و زر و زیورش و همه امکاناتش و خودش، چون شایسته نبود که نام نیک از او بماند، در نتیجه نعمتهای خدا را منحرف کرد، مسیر مال رو منحرف کرد، مسیر اخلاق رو منحرف کرد، مسیر تواضع رو منحرف کرد. من تواضع لله رفعه. همه نعمتهای خداوند برای توانمندی ما و شماست. اصلا خداوند با ایجاد این همه نعمت توجه ویژه خودش را به بندگانش ابراز داشته که ای بندگان من به شما توجه دارم، این همه نعمت برای رشد شماست، برای توانمندی شماست. چرا خواهان رشد و توسعه نیستید؟ چرا در جا میزنید با وجود این همه نعمتهای من؟ مگر اینکه در تعامل شما با نعمتهای من دچار اشکال دارید میشوید. واقعا اشکال فنی در زندگی ما وجود داره که خاصیت هر نعمت توان آفرینی است، ولی ما داریم در جا میزنیم با وجود این همه نعمتها. همه نعمتهای خداوند شکر میطلبد. بعضی از عزیزان فکر میکنن که اگر شکر خدا کردن خدا رو قوی کردن، یه منت هم سر خدا میگذارن. این اعتقاد کفره که اگر من بنده شاکر خدا باشم خدا قوی میشود، اگر کل انسانها شکر خدا بکنن خدا قوی میشود. هیمنت خداوند و تسلط خداوند بر کون و مکان قوی تر میشود، خدا مسلط تر میشود. و اگر من کفران نعمت خدا کردم، به خدا کافر شدم والعیاذ بالله، خدا رو تضعیف کردم، دایره حکومت خدا رو تنگ کردم بر خداوند. این اعتقاد اگر مسلمانی داشته باشد کفر است. تشکر از خدا در حقیقت تقویت کردن خود ما و شماست. هر کسی از خدا تشکر کرد در حقیقت خودشو قوی کرده، خودشو تقویت کرده، خودشو توسعه داده، خودشو توانمند کرده، خودشو بابرکت کرده. اگر باور نداریم گوش بدیم به کلام خدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لئن شکرتم لازیدنکم. شکر نعمتت افزون کند. نگفته خدا رو افزون کند، شکر نعمتت افزون کند. اگر ما خواهان تقویت هستیم که قوی باشیم، شکر نعمتهای خدا را به جا بیاوریم. بعضی طوری شکر خدا را میکنه که مثل که انگار یعنی یک منت سر خدا میگذاره. شکر و تشکر از خداوند نیاز من و توست. ما باید نیازمون رو رفع بکنیم. همینطوری که برای اینکه سر پا بشیم باید غذا بخوریم، باید استراحت بکنیم، باید آب بنوشیم، باید میوه استفاده بکنیم، باید بخوابیم، برای اینکه جسم تو سر تو پا باشه. اینا همش چه؟ نیازهای ماست. شکرم و با ادب شدن و محترم شدنم نیاز من و توست. از قدیم اونایی که بزرگترن یادشونه که وقتی مکتب خونه میرفتن قدیم، معلم یه خیزرانی داشت، سر انگشتاشون میگرفت، هر روز 4 تا خیزران میزد کف دستشون، میگفت با ادب باش پادشاهی کن. با ادب شدن یعنی سپاسگزار بودن، قدرشناس بودن، احترام گذاشتن به کسی که به تو خدمت کرده. چه کسی بیشترین خدمت رو به من و تو کرده غیر از الله؟ برای چشم چقدر قیمت میذارید؟ تشکر از پدر و مادر میکنیم به خاطر یک کیکی، به خاطر یک قرمه سبزی. مامان دست درد نکنه، عجب غذای خوشمزه‌ای بود، خیلی خوردم. ولی تشکر از خدا نمیکنیم به خاطر چشم، به خاطر گوش. برای اینا قیمت هست؟ به خاطر زبان، به خاطر دست، به خاطر پا، به خاطر سلامتی.
به خاطر مال، به خاطر آبرو. شما فکر میکنید که اگر خدای نکرده پدر سالم ولی تو خانواده یک انسان محترم یک فرزند ناخلف، شما فکر میکنید که اگر میلیونر هم باشید، اگر صاحب جاه و جلاه باشید، اگر صاحب مقام باشید، اگر صاحب مال و عزت و احترام در جامعه باشید، خدای ناکرده یکی از اولادات ناخلف در بیاد، اگر آبرو برای آدم نمونه دیگه هیچی به درد نمیخوره. آبروی ما را که حفظ میکنه؟ زمانی که تکیه به خدا میزنیم. من یتق الله یجعل له مخرجا و من یتوکل علی الله فهو حسبه. تکیه زدن و در پناه خدا خودتو قرار دادن، همه چیز انسان حفظ می شود. پس تشکر از خدا نیاز ماست، منت سر خدا نگذاریم. خداوند کمک ما میکنه که ما نیازمون رو برطرف کنیم. خداوند میگه که شما تشکر بکنید از من، نعمتتون زیاد می شود، آبرو و حیثیتتون زیاد می شود، شما را حفظ میکنم. والله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین. چه کسی دست دوستی دراز کرده؟ باور بکنید خیلی ها هستن به خاطر که یک مأمور دولتی، حالا شاید رتبه پایینم، دست دوستی بهش دراز کرده دلش خوشه. من یه مأموری تو نمیدونم اطلاعات، تو ستاد خبری، تو پاسگاه با من دوسته، ولی الله که رب العالمینه دست دراز کرده که ای بنده ناتوان و ضعیف من، بیا دست تو این دست دوست بگذار، دوستی که هیچ موقع ذلیل نمیشوید. اون مأمور امروز جوان فردا پیره، امروز پست و مقامی دارد، اشتباه میکنه عزلش میکنن، دست تو باره هیچ میمونه. همه کس که تو بهشون اعتماد داری شاید یه روزی بهت خیانت بکنن، پشتتو خالی بکنن، اما خداوند به هیچ بندی از بندگانش خیانت نمیکنه. لا یخلف الله وعده. خداوند خلاف وعدش کار نمیکنه. کی خدا گفته تو بیا بعد به تو پشت کرده؟ من و تو به خدا پشت کردیم، با این وجود خدا در به در دنبالمون. بیا بنده من، راهو گم کردید، خودتو خار نکن پیش فلانی و فلانی، بیا از دوستی من لذت ببر، از دوستی من خوشحال بشو، از دوستی من سعادتمند بشو، از دوستی من آبرومند بشو. چه کسی با خدا دوست شده بی آبرو شده؟ هر بی آبرویی که بوده در نتیجه دوستی با شیطانه. کدوم خدای کدوم بخشید کی الله رب العالمین گفته که مشروب بخور؟ از مشروب خوردن کسی به آبرو رسیده؟ الله رب العالمین که نگفته مشروب بخور، چون میدونه اگر مشروب خوردی آبروی تو از بین میره. ولی ابلیس و دوستان ناباد و شیطان صفت میگن مشروب بخور، تریاک بکش، دود بکش، سیگار و خلیون بکش، بی حجاب بشو، اسراف بکن، سبک کن خودتو. پس خداوند که خواهان آبروی ماست. خیلی از کسانی که فکر میکنید بزرگن تو یک موقعیتی قرار میگیرن، باور بکن از پر کاه هم سبکتر میشن. بزرگی در راه خدا و طاعت خداست. برسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند، بنگر تا چه حد است مقام آدمیت. پیامبر صلی الله علیه و سلم که ما در ماه تولدش هم هستیم، 10 تا معراج رفت به آسمان، 7 تا معراج با جبرائیل همسفر بود، 3 معراج بعدش تنهایی رفت. جبرائیل توقف کرد. رسول الله چشمش به جبرائیل بود که چه شد همسفر در جا زدی؟ گفت تا این محدوده، یعنی تا سدرة المنتهی آسمان 7م، تا اینجا مرز منه، از سدرة المنتهی به بالا دیگه مال خودت تنهاست. سدرة المنتهی مقام قلم و عرش خداوند، این 3 تا معراج خودش تنها رفت. معلم من و تو چنین شخصیتی است. برسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند.
ما شاگردان همون مکتبیم، ولی چطوری دوچار انحراف شدیم، دوچار مشکل شدیم. یه نفر میاد در گوشمون میگه که اگر فلان ارکستر بیارید، اگه پول نداری من خودم خرجش میدم. جوان مسکین خامه، هی بخیلید، هی دلت نمیشه، هی نمیدونم اگر نداری خودمون میدیم، یه چیزی بیار شاد باشیم. ملاها رو دعوت نکنید، عروسیتون ماتم میشه. من حدوداً نزدیک 20 سال دارم مراسم میرم، شاید نزدیک 4000 مراسم رفتم، بدون استثناء یک مراسم نبوده که کسی چپ چپ به کسی نگاه بکنه یا نیاز به مأمور دولت باشه. یک مراسم نبوده توی این 20 سال، از 5000 نفر و 6000 نفر تا 200 نفر و 300 نفر، از 30 تا داماد تا یک داماد. اگر کسی به کسی تو بگه یا دست به یقه بشه، ولی هر شب گزارش عروسی های غیر اسلامی و ناسالم و هر شب دارن میارن. چند تا کشت من آمار دارم تو بندرعباس و روستاهای اطراف بندرعباس که تو عروسی ها چند تا کشته داده. طرف داره میرقصه، یک دفعه سرش و صورتش میاد تو دستش، تق شمشیر تو دستش. هم طرفی که میرقصه، هم کسی که ارکستره داره خواننده است میخونه، و هم اون کسی که شمشیر و خنجر دستشه و مکدبر، همه مستن. بذار بگن عروسی اسلامی ماتمه، ولی دیگه بعدش بیمارستان و دادگاه و پاسگاه نداره، صفا و صمیمیته. میگم 4000 مراسم همش آرامش و امنیت بدون یک مأمور. برنامه خداییه، نه اسرافه، نه رقص زن و مرده، نه چشم‌چرانیه، نه ارکستر مسته، نه جوان مسته، همه با وضو نماز خوندن آمدن تو مجلس. کجاش بده؟ اگر کسی بگه این مراسم ها بده، حتما خودش بدنگره، حتما ضد دینه، ضد سلامتی است، ضد امنیت و آرامشه. هیچ منطقه مستثنا نیست. همه جا وقتی که شراب باشه، ارکستر نامحرم و سکران باشه، زن و مرد برقصن دستمال بازی بکنن، اسراف باشه، همه جا دیگه چه شیطان حاکمه. دودش تو چشم همه میاد، خصوصا تو اون چشم کسی که بانوی اون کاره. کل گناهایی که همه مرتکب میشن تو عروسیش به گردن صاحب عروسی است، شکی درش نیست، چون داله علی خیر نیست. کسی که یک سنت حسنه رو پیاده بکنه نیست. حدوداً این جمعه، نه جمعه فکر میکنم حالا 10 روز قبل یا 2 جمعه قبل، مثل چنین روزی من گله‌دار بودم، 21 داماد، همین 15 روز پیش، 5-6 هزار نفر جمعیت، شیعه و سنی، مسئولین، رعیت، همه علمای شیعه، علمای سنی، بخشدار، شهردار، شورا، خیرین، بزرگ کوچک، همه. تصور بکنید که 21 داماد، 11 نفر این طرف، 10 نفر این طرف. این بهش میگن کار فرهنگی. با حرکت عالم تنها نیست. اونجا یک انجمن خیریه ابرار دارن در گله‌دار، از علما گرفته، تجار گرفته، تجاری که تو خلیج بودن، قطر، هر جای بودن، به اضافه بزرگان، مسئولین، همه فراخوان عمومی زدن. حتی گفتن برادران و خواهران شیعی که در گله‌دار و روستاهای اطراف گله‌دار هم زندگی میکنن، میتونن توی این ازدواج جمعی که بانیانش اهل سنتن شرکت بکنن. برادر و خواهر مسلمان، نه شیعی نه سنی، تبعیض نیست، هر کسی میتونه شرکت بکنه. 21 نفر شرکت کردن. واقعا شب به یاد ماندنی بود. برید بپرسید از منطقه، مسئولین راضی بودن چون دعوت به وحدت بود، تو هفته وحدت بود، تو ماه تولد پیامبر بود، تو ابتدای سال جدید بود. علما برید بپرسید، شیعه و سنی، مردم عادی شیعه و سنی، حتی اونایی که مخالف بودن، اون جوانای زنجیر به گردنی که سریرم گردنشون بود تو جلسه بودن و همه تحسین کردن، میگفتن ما رو از این مجالس محروم کردن. یه عده قبل از اینکه این مراسم تو روستای ما برگزار بشه،
همه نق میزنن ملاها نیان، عروسی اسلامی نشه، ماتم، شادی نیست. همجور گفتن که بزرگان ما گفتن نه. حالا که این بت شکسته شده چقدر داریم لذت میبریم. همین چند شب پیش تو کوره خودتون 2000 نفر آدم آمده بود برای اولین بار در روستای کوره. واقعا لذت بردن. همه میگفتن ما نمیفهمیدیم که مراسم عروسی اسلامی اینطوریه، اناشید خوش، صدای خوب، احترام، حرمت همه حفظ میشه. فکر نمی کردیم. خیلی ها همه چیز رو تجربه کردن. باید این مسائلی که واقعیت های زندگی ماست باید تجربه بکنیم، نه اینکه دیگه واقعیت های زندگی آخر سر تجربه بکنیم. توبه رو زمانی تجربه بکنیم که دیگه حالا چشممون ملک الموت داره میبینه. در روایات وارد شده که وقتی عزرائیل میاد و اجل انسان میرسه پرده چشم بلند میشه، چیزهایی که پشت پرده است میبینه. حتی ملائکه ها چه مشاهده میکنید تو افق چشمت به یک جا خیره میشه. اون موقع کسی در گوشت بگه توبه توبه، بگو لا اله الا الله، دیگه فقط چشمش به اون عزرائیلی که داره میاد به طرفش چشمش خیره شده، تمام شد. پس واقعیت ها رو به موقع تشخیص بدیم که واجبات ما چیه. اگر بزرگی تو منطقه هست، اگر خدا مالش داده، اگر خدا مقامش داده، اگر خدا کلمه مسموع، مردم حرفش گوش میدن، اگر خدا نفوذ بهش داده، اگر خدا سیاستی بهش داده، مردم ازش حساب میبرن. یا ازش حساب میبرن، یا بهش نیاز دارن، یا احترامش میکنن، یا احترام علمش میکنن، یا احترام مالش میکنن. از هر نظر که مردم حرف شما را میخونن باید این حرف رو برای دینداری مردم به کار بگیرید و روز قیامت هم به دینداری خودت افتخار میکنی و هم به دینداری خلقی که تو سبب دینداریشون شدید، سبب امر خیر در زندگیشون شدید، سبب هدایتشون شدید. چقدر زیباست که بزرگ منطقه وقتی برنامه خیری میشه از نفوذش برای نصرت دین خدا و حمایت از جامعه اسلامی و سرمایه های امت اسلامی استفاده بکنه. یک نکته، یک خاطره از گله‌دار، و این خاطره برای من واقعا مثال زده نیست. تو هر عروسی بعد از اون جریان رفتم مثال زدم و واقعا یک واقعیتی است که ما از دست دادیم. آقای رنج برنامی مجری برنامه بود. بعد از اینکه احوالپرسی کردیم گفت که شیخ منو میشناسید؟ گفتم معرفی بفرمایید. گفت من اولین باری که آمدی گله‌دار من تنها یک داماد بودم. اولین باری که آمدی گله‌دار تو عروسی من آمدی 8 سال 9 سال پیش. گفتم یادم میاد. مجری برنامه بود. تو وسط برنامه که برنامه رو اعلام میکرد گفت یه نقلی بکنم از آبا و اجداد و قدمای گله‌دار. یک نقلی. به نظر شما نقل چیه؟ چی میخواد؟ چه حرفی میخواد از آبا و اجداد و بزرگان گله‌دار نقل بکنه برای این جمعی که از حد عسلویه و نخل و تقی و بندر طاهری و اطراف همه آمدن؟ میدونی نقلش چی بود؟ میگفت پیرمردای ما میگفتن، آبا و اجدادمون میگفتن اگر کسی تو زندگی مشکل داره، مشکل لاینحل که حلی نداره، به بنبست رسیده، دعایی به درگاه خدا میکنه دعاش مستجاب نمیشه، بره پیش تازه دامادا و تازه عروسایی که تو حجله نشستن التماس دعای خیر داشته باشه که تازه دامادا و تازه عروسا مستجاب الدعا هستن. میگو پیرمردای ما میگفتن که تازه عروسا و تازه دامادا مستجاب الدعا هستن. اگر کسی مشکلی داشت که حل نمیشد میرفتن چه پیش تازه داماد و تازه عروس. من همین حرف تو جزیره هرمز نماز جمعه هفته گذشته اونجا بودم در جزیره هرمز. وقتی اینو نقل کردم یک تقریبا برادری حدوداً 45-50 سالش میشد صف جلو نشسته بود. گفتم قبول دارید که اگر مشکل پیدا بکنیم بریم پیش تازه داماد و تازه عروس بگیم التماس دعای خیر؟ شما مستجاب الدعا هستی برای ما دعا بکنید. حرکتشو نشون بدم اینطوری کرد. گفتم یعنی قبول ندارید؟ گفت نه قبول نداریم. چرا سرش اینطوری میکنه قبول نداریم؟ میدونی علتش چیه؟ چون تازه داماد امروز دیده که سکرانه، مجلس عروسیش همش مستن، ارکستری که دعوت کرده همه مست،
زن و مردم دارن میرقصن، عروس خانم هم نیمه لخته، 3 وعدم نماز نخونده، رو مبل بالا نشسته، از در آرایشگاه تا در خونه هم بوق میزنن، صورتش مکشوف با آرایش. 3 وعده نماز هم نخونده، ظهر و عصر و مغرب و عشا 4 وعده تو آرایشگاه نماز نخونده. حق داره که سرش بته کنه. تازه داماد امروز مستجاب الدعاست. پس مستجاب الدعا کیه؟ اون پیرمرد 80 ساله‌ای که دیگه شهوتی براش نمانده، اگر زن 17-18 ساله و ملکه زیبایی دنیا هم حاضر بشه زنش بشه، دیگه رغبتی نداره. میگن اون مستجاب الدعاست. اون که مستجاب الدعا نیست. اون از ناتوانی مستجاب الدعا شده. اگر این پیرمرد دوباره 20 ساله بکنید، 15 ساله جلوش بذارید، زنم نداشته باشه، شهوت هم زیاد داشته باشه، جوان هم باشه، بخواد زن بگیره نتونه زن بگیره، موانع هم زیاد باشه برای زن نگرفتنش، زن حلال 100 میلیون تومن، چشم به همچشمی، اسراف، ولخرجی، زن حرام مفتی. اگر اون موقع تونست خودشو کنترل بکنه، اون مستجاب الدعاست. مستجاب الدعا کسی نیست که بخواد گناه کنه نتونه گناه کنه. مستجاب الدعا به کسی میگن که بتونه گناه بکنه، هیچ ابایی هم نداشته باشه، هیچ مانعی برای گناه کردنش نباشه، بگه انی اخاف الله. مستجاب الدعا حضرت یوسفه که زلیخا گفت هی تلک، گفت معاذ الله، پناه به خدا. اگر زلیخایی نبود خود یوسفی دیگه مستجاب الدعا نبود. پس اینهایی که 20 سالشونه، 25 سالشونه، 27 سالشونه، شهوت از درون داره همون خودخوری میکنه، از اون درون داره اونها رو میخوره، فشار بهشون میاد. پدر و مادر عروس هم میگه مهریه به اندازه سال تولد دخترم. الان 1300 چنده؟ 1378. 1378 سکه بهار آزادی مهریه‌اش. کلاس دیگه، کلاس به اندازه سال تولد، الان دیگه مد شده. هزینه ارکستر و هزینه فلان و هزینه خورد و خوراک و هزینه نمیدونم تا دلت بخواد هزینه. اگر کسی واقعا کارگر باشه میتونه داماد بشه؟ اگر کسی واقعا کارگری بکنه ماه 200-300 هزار تومان کی میتونه داماد بشه؟ باور کن 50 سالش میرسه بازم نمیتونه داماد بشه، مگر اینکه کسی براش آستین بالا بزنه، مگر اینکه پدر عروس بگه پسرم تو اهل دینی، اهل تقوا هستید، مؤمنی، سالمید، اهل خدا هستید، اهل علم هستید، تحصیلات عالی دارید، اهل دود نیستی، اهل مشروب نیستی، اهل قمار نیستی، اهل ولخرجی نیستی، اهل مواد نیستی، اهل مشروبات نیستی، اهل بی تقوایی نیستی، اهل شب نشینی های کاذب نیستی، دوستای ناباب ندارید، بیا تو تاج سر منید. من افتخار میکنم که تو بابای نوه‌های من باشید، تو داماد من باشید، دختر من در اسمت تو باشه ای جوان مؤمن. بیا اینو بگیر، من حاضرم این چیز سرم بدم، حاضرم امکانات عروسیتم فراهم بکنم اگر این باشه. وگرنه امروز واقعا جوانی که این همه موانع برای به عفت رسیدن داشته باشه، باور بکنید کدوم جوان نمیخواد به عفت برسه؟ همین میخوان تشکیل خانواده بدن، ولی شما میدونید که جوان هست که 8 سال تو ترافیک مهریه است، که شاید یه روزی دل این پدر یک کمی نرمتر بشه، پدری که 5 وقت تو مسجد هم هست. یه مردی تعریف زنش میکرد، توی جلسه تعریف زنش میکرد، گفت تو امر عروسی و مسائل و خواستگاری من زنم آزاد گذاشتم، هر چی حاج خانم تصمیم گرفت. فاتحت خونده است دیگه، هر چی حاج خانم، زنم آزاد گذاشتم. زنم آزاد گذاشتم یعنی چی؟ تو بحث عروسی که میشه میگه هر چی زنم تصمیم گرفتم. بعد اگر مشکل هم پیش آمد چه میگن؟ تقصیر زنا بود. تقصیر زنا بود. مرد باید دخالت داشته باشه. این که نماز 5 وقت هم تو مسجد جای خودش، بعضی میگن نه اتق الله فی المسجد. اگر کسی به کسی تو عروسی بگه اتق الله خیلی خطرناکه، این بیادبه. مثل کسی امروز تو بازار بگه لا اله الا الله، میگن این دیوانه شده. هر کسی اگر امروز بگه تو بازار به کسی بگه از خدا بترس اتق الله، میگن این دیوانه شده. تو بازار جای ذکره؟
در صورتی که پیامبر صلی الله علیه و آله میگه اگر کسی یک بار با صدای بلند بگه لا اله الا الله تو بازار بگه 1000 حسنه داره، 1000 حسنه. اگر کسی تو مسجد بگه 10 تا حسنه داره. اگر کسی تو خانه بگه 10 تا حسنه داره. یک حسنه به 10 حسنه. چون اونجا غفلته. به نظر شما تو مسجد غفلته یا تو عروسی غفلته یا تو بازار غفلته؟ کجا جای غفلته؟ کجا ما نیاز داریم که از غفلت در بیاییم، به هم دیگه تذکر بدیم. باور بکنید تو عروسی ننگ شده کسی رو نصیحت بکنه. اگر مادری به دختری گفت یک کم این چادرت پایین‌تر بکش، همه موبایل دستشونه، عکست میگیرن، عکست در میره، آبروم میره، دختره اخم میکنه. یک کمی یک قد بپوش دخترم، به تو چی؟ تو عروسی مردونه هم همچون ارکستر داره میزنه، فکر میکنن که دیگه هر شادی هست همینجاست. شادی هاتون رو تمام نکنید اینجا، جای شادی اینجا نیست. دنیا نه غمش پایداره نه شادیش پایداره. فکر نکنی اگر دیندار شدی زندگیتون پر از غم میشه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب ان مع العسر یسرا. شادی باید در چارچوب دین باشه، در چارچوب رضای خدا باشه. به این جمله اعتقاد داریم یا نه بزرگان محلچه و منطقه و فیشور و خنج این طرف؟ این که داماد مستجاب الدعاست. این مقوله خوبیه، درسته؟ صحیحه. آیا امروز یک واقعیت هست؟ مصادره شده. چقدر به دامادای جوان ما ظلم شده امروز توسط پدرها و مادرها، توسط پدر و مادر داماد و توسط پدر و مادر عروس. دامادی که خدا و رسول خدا میگه مستجاب الدعاست، ما میگیم باید داماد سکران باشه، باید داماد برقصه. بعضی جاها دیگه اونقدر بیشرم و حیان که دسته آخر ارکستر آخر شب دیگه عروس و داماد با هم میرقصند. چقدر به دامادامون ظلم کردیم، از مستجاب الدعایی به کجا بردیمشون. دوستانش میان بهش میگن که اگر شب آخر ازدواج اون شب یه کتی آبجو بخوری دیگه او سبک میشی. به داماد میگن. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که داماد وقتی میره تو حجله تو شب ازدواجش با وضو باشه. وقتی تو حجله کنار همسرش نشست دست بذاره رو بالاترین نقطه سر همسرش و به درگاه خدا دعا بکنن. خدایا شکرت به جا میاریم که این نعمت حلال و نعمت ازدواج رو ما ارزانی دادید. به حول و قوه خودمون نبود، به توفیق و فضل تو بود. این یکونوا فقراء یغنیهم الله من فضله. در حدیث وارد شده که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند خداوند در حدیث قدسی وعده داده که 3 نفر ازشون حمایت بکنه. گفته بر من واجبه که از 3 نفر حمایت بکنم. این 3 نفر کیه؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که خداوند به خودش تعهد داده، گفته من از 3 نفر حمایت میکنم، بر من واجبه. میدونی این 3 نفر کیه؟ یکیش مجاهد فی سبیل الله، من و تو هستیم. شاید بگیم ما حالا جهادی نیست، حالا من برم افغانستان و برم تاجیکستان و برم نمیدونم فلسطین و برم و نمیدونم عراق بجنگم. خب نمیشه و بالاخره جهاد 5 تا جهاده. جهاد مالی، جهاد تعلیمی، جهاد تبلیغی، جهاد سیاسی، جهاد جنگی. کدوم یکی توانش دارید؟ از این دیگه واضح تر، از این دیگه راحت تر. جهاد جنگی نمیتونه، جهاد مالی، جهاد تبلیغی، حرف خیری. شرط نیست که حتما عالم باشه تا نصیحتی بکنه برای مردم. حرف خیر که همه کس میتونه بزنه، پسرم دخترم فلان. جهاد تعلیمی، تشویق به علم، حمایت از علم، حمایت از مکتب خانه، حمایت از مجتمعات فرهنگی، حمایت از احداث کتابخانه. اگر کسی این کارا رو کرد تشویقش کنید. اگر خودت عالم نیستی، اگر کسی کار آموزش و علم و فرهنگ انجام داد تشویقش کن.
خدا جزای خیرت بده، خدا امثال شما زیاد بکنه. آفرین بابا، دستتون درد نکن. تشویق. جهاد سیاسی، جهاد جنگی. یک مجاهد فی سبیل اللهی که اسلحه دست گرفته، نه به خاطر شهرت، نه به خاطر پست و مقام، نه به خاطر غنیمت و مال جنگی، فقط به خاطر رضای خدا و توسعه دین خدا و نشر دین خدا. خداوند گفته از این من حمایت میکنم، خودتو مجاهد قرار بده. 5 تا جهاد: جهاد مالی، جهاد تعلیمی، جهاد تبلیغی، جهاد سیاسی، جهاد جنگی. حتما باید مجاهد باشی. ان تنصر الله ینصرکم. نفر دوم کیه؟ جوانی که زمینه فحشا و بی‌عفتی او فراهمه و هیچ چیزی مانع او نمیشه که بره تن به فحشا بده، فقط یک چیز، اونم این که خداشو دوست داره و عفت و پاکدامنی و آبروشو دوست داره. اونقدر شهوت به او فشار میاره که همینجور پریشان تو کوچه و شهر داره میچرخه. کسی ازش سوال نمیکنه چرا گرفته هستید، چند مدت تو خودتید. شما نمیدونید مبارزه شهوت. کتاب‌هایی نوشته شده، این کتاب‌ها رو بخونید. جرائم روانی جنسی. شهوت پهلوان رو از پا در میاره. شیخ و ملا و حاکم و پادشاه و گدا و سفید و سیاه و تاجر و فقیر رو نمیشناسه. باید به موقع بهش رسید، باید به موقع معالجش کرد، وگرنه آبروی برای شیخ، نه آبروی. پسر شیخ، دختر شیخ و ملاست، پسر پادشاست. تاریخ رو ورق بزنید که شهوت چه خرمنهایی رو برباد نداده، منجر به چه گناهایی که نشده، حتی منجر به قتلم شده، منجر به آدم ربایی شده، منجر به اعتیاد شده، منجر به دزدی شده. شهوت باید به موقع معالجه کرد. پیامبر صلی الله علیه وسلم در حدیث دیگر میفرمایند در یک جامعه هرچی که آمار آمار مجردین کمتر بشه بیاد پایینتر، آمار جرم و جنایت هم میاد پایین. از این دیگه واضح‌تر بگه. پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند اگر میخوای در جامعه شما آمار و ارقام جرم و جنایت بیاد پایین، کم بشه، آمار جوانای مجردتون رو کم بکنید. خیلی ناستین بالا بزنم. میگم چند شب پیش ما گروه بودیم طرف سیریک، 20 تا داماد. یک عزیزی بلند شد گفت نفر 500,000 تومان من هدیه میدم به این دامادهایی که یک جا چه ارکستر شما پول گرفتید آقا ستار. تازه قوال باید 10 روز 15 روز 20 روز یک ماه پیش برید 200-300,000 تومان بهش بیانیه هم بدید. من نمیدونم بندگان خدا چرا از خدمت دیگران، اونم خدمت رایگان، بدشون میاد. برای امنیت خودشون، برای سلامتی خودشون، برای حفظ آبروی خودشون میگن نه ما هم پول به قوال میدیم بهتره. 1,000,000 تومان. روز قیامت اگر که صف تو با صف رسول الله جدا کردن، تو را بردن تو صف قوال که خوب پول میچسبونی تو پیشونیش. صف رسول الله همون طرفه. خواستی که بری اون طرف رسول الله، قوال میخواد بره اون طرف، میگن تو برو، تو خدا یه صف تشکیل دادی در مقابل رسول الله صلی الله علیه و سلم، حالا میخوای بری تو صف رسول الله. اونجا آدم کجا میره؟ اونجا دیگه نمیذارن سر تو یه واشکی بندازی من برم تو صف رسول الله قایم بشم، از همونجا درت میارن. فاذا هم بالساهره، خواب از همه میپره. دشت محشر میگن یه تپه شنی هم نداره. میگن دشت محشر، خودمون نمیگیم دشت محشر. محشر یه تپه شنی هم نداره، فقط صاف زمینه. تو چش کار میکنه؟ کسی نمیتونه خودش اونجا قایم بکنه. خوابم اونجا نیست. فاذا هم بالساهره. اسم سرزمین محشر سرزمین ساهره است، با هد و چشم. ما سحر داریم با هد جیمی و سحر داریم با هد و چشم، یعنی سرزمین بیخوابی.
سرزمینی که اگر تو 1 سالم نخوابیده باشی بازم چرت نمیزنی، اینطوری گرفتی سرت. امروز درباره من چه قضاوت میشود؟ لخت مادرزا، کسی نگاه به شرمگاه کسی نمیکنه. ام المؤمنین عایشه سوال کرد رضی الله عنهما، یا رسول الله مرد و زن لخت مادرزا از قبل در میان؟ گفت مرد و زن لخت. گفت نگاه به شرمگاه هم نمیکنن؟ گفت حول و وحشت اون روز به کسی اجازه نمیده نگاه بشه، هر کسی سرش گرفته. اینجاست که یه عدی میگن که ها اقرؤوا کتابیه انی ظننت انی ملاقیه، کتاب من بخورید من قبول شدم، من تو صف رسول الله صلی الله علیه و سلم و یاران رسول الله و ناصرین رسول الله و حامیان دین و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم در دنیا بودم. زمینه انحراف داشتم ولی به خاطر خدا انحرافمو خرد کردم، گردن هوا هوسمو خرد کردم، تابع خدا و رسول خدا کردم. امروز خیلی ها گردن دین و قرآن رو خرد میکنن، تابع یه حدیثایی هم برای خودشون میارن، آدم باید شاد باشه، آدم باید برقصه، عروسی فلانه. بفرمایید کسی گفته تو عروسی کسی کتک بخوره؟ اگه عروسیه باید کسی کتک بخوره؟ باور بکنه اگه عقده دیرینی دیگه دارن تو عروسی که شد مس میکنن که عقدهشون رو خالی بکنن. دعوای جای دیگه شده منتظرن که عروسی بشه مس بکنن. منطقه شما نمیفهم ولی بندر عباس اینطوریه. عروسی مال کسی دیگه است و چون روشون نمیشه روز مشروب بخورن، عروسی که شب میشه. خیلی جاها الان تو روستاهای اطراف بندر عباس به خاطر که تو عروسی ها شب مس میکردن همدیگه رو میکشتن میزدن، الان عروسی قرار دادن بزرگان قوم دیدن که هیچ راهی دیگه نداره، وارد قضیه شدن، آمدن عروسی رو از بعد از نماز عصر تا نماز مغرب تمام، اصل کسی روش نمیشه، همه دیگه شب بزرگترها همه خوابن، فقط جوانا میان تو عروسی، جوانا و زنها. عروسی الان عصر تا مغرب تمام شد. گفتم چطوریه؟ گفت خیلی پایین آمده جرم و جنایت، خیلی دعوا کم شده به خاطر که عصر تا مغرب تمام شد. ما دشمن خوشی شما نیستیم، ما با منطق شما صحبت میکنیم. اگه اهل منطق و اهل تفکر هستید خب بعد از این که من از اینجا رفتم میتونید بگید برای خودش گفت بی خود کرد بابا، این هم میتونه بگید. نماز جمعه هم نیست که کسی مجبور باشه بنشینه، اما نفر دوم که خدا ازش حمایت میکنه و گفته بر من واجب نصرتش بکنم و اگر فقیر باشه از فضل خودم اونو غنی میکنم. تازه داماده. نفر دوم میدونه کیه؟ تازه داماد، کسی که به خاطر حفظ عفتش به ازدواج پناه ببره. پناه بردن به ازدواج یعنی پناه بردن به خدا. میتونه زنا بکنه، میتونه آلوده به فحشا بشه، هی به خودش فشار میاره، میره پیش عالمی سوال میکنه، میگه شهوت بر من فشار میاره، مهریه هم سنگینه، خرج و مخارج عروسی هم سنگینه، چه کار کنم؟ میگه پنجشنبه دوشنبه روزه بگیر. حدیثه. تا کی باید روزه بگیره؟ باید یه فکری براش کرد. بزرگترها آستین بالا بزنن. دوست نداری جوانانتون عفیف باشن؟ من اگر امروز پول دادم پسر همسایم چند سال مسکین میخواد داماد بشه نمیتونه، اگر من پول دادم که این پسر همسایه من به عفت برسه دختر من در امانه، دختر خودم پول دادم میدم به پسر همسایه که داماد بشه، به دختر همسایه که عروس بشه، به خاطر که من همسایه اینم. اگر این جوان نتونه داماد بشه و بره دنبال بی عفتی بچه های من در خطرن، اون تبدیل به گرگ میشه. نه کن چقدر کمک میکنیم به هم. یعنی در حقیقت وقتی تو میای 1 میلیون یا 500,000 تومان به پسر همسایه میدی که داماد بشه و علاقه داره که داماد بشه ازدواج بکنه، در حقیقت به دختر و پسر خودت امنیت دادی، عفت دادی، سلامتی دادی. ولی خیلی ها اینطوری فکر نمیکنن. من خودم زحمت بکشم پول بدم به پسر فلانی که داماد بشه. مشکل ما تو همینه. اگر بچه همسایت یتیم ضعیف استعداد داره پول بهش بدی برای دانشگاه، تو افتخار نمی کنی که بچه همسایت دکتر و مهندسه؟
یعنی تو همسایه یک دکتر و مهندسید. آدم همسایه یک جاهل باشه یا همسایه یک دکتر و مهندس باشه، بعدم چه دکتر و مهندسی، کسی که خودت اونو تربیت کردی با امکاناتی که خدا به داده اونو دکتر و مهندس کردی، لذت نمیبری؟ یه نفر عالم معلمه، کلاس درس میره بچه ها رو علم یاد میده، ولی یه نفر عالم نیست، تاجره. همون کاری که معلم میکنه تاجر هم میتونه انجام بده. خداوند گفته اگر کسی بخواد به ازدواج پناه ببره، یعنی به من پناه ببره، اگر فقیر باشه من از فضل خودم اونو غنی میکنم. بر بگردیم به تازه دامادمون رحم بکنیم. واقعا اینا مستجاب الدعا هستن. خدا گفته اگر کسی بخواد زن بگیره من ازش حمایت بکنم، حمایت میکنم، بر من واجبه. این حدیث توجه بکنید. یعنی کسی که پناه به خدا آورده، ازدواج یعنی پناه به خدا آوردن. دید من و تو نسبت به زن چیه؟ بعضی مردا فکر میکنن که زنها کنیزشونن، باید 24 ساعت تو آشپزخونه و تو حمام لباسشون بشورن، لباسو تو بکنن، جارو بزنن، فلان بکنن و غذا بپزن و پوست سیب زمینی و پیاز بزنن و لباس مردو تو بکنن، یا دستشویی بشورن. معذرت میخوام. زن میدونه چه جایگاهی داره؟ زن آمده که مرد و مانع بشه که زنا نکنه. یعنی زن آمده تو زندگی مرد که به مرد کمک بکنه که مرد عفتش مصادره نشه. بزرگترین کمک زن آدم به مردش میکنه و بزرگترین کمک مرد به زنش میکنه. همطوری که زن کمک میکنه که مردش آلوده نشه، زنا نکنه، مردم کمک به همسرش میکنه. یک نکته اینجا باید بزرگترها توجه بکنند. باید زن رو به پسرتون تحمیل نکنید. خیلی ها زن گرفتن ولی دنبال فساد هم هستن. چرا؟ به خاطر که زن به خاطر باباش گرفته، زن به خاطر مادرش گرفته، گفته اگر حتما با دختر خالت ازدواج نکردیش گیرم برات حرام. خب من نمیخوام، دختر خالم دختر خوبیه ولی دل من نمیخواد. من یه دختر خوبی دیگه که دختر همسایه است میخوام، یه کمی دورتره. اما اگر پسرت گفت که یا دخترت که دنبال یه لات بی سر بی پای، یا اصلا نه تقوایی، نه آبرویی، نه انسانیتی، نه اسلامی، نه هیچ، اون یه بحث جداگانه است. ولی اگر واقعا پسر و دخترت مرد و زن زندگیشون رو انتخاب کردن، هم خوبه، هم با تقواست، هم متواضع، هم سالمه، هم تحصیل کرده است، هم محجبه است، حالا به صرف این که دختر خالش نیست نباید مخالفت بکنید. نه، نباید از قوم خویش دور برید. تو بعضی مناطق دیگه میگن پاسالار رو نمیدونم رئیس و سید و ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اعتبار به تقواست. ولی دل دخترت و پسرت باید چه؟ بخواد اون مرد. اگر نخواد مثل غذایی است که اشتها نداره، به زور میخوای بخورونه بود. ازدواج لباس نیست که اینو بکنه بندازه بیرون. کسانی بودن که به زور بهشون دادن، بعد از 4 تا بچه از هم جدا شدن، دوباره به همون عشق اولشون برگشتن، بعد از 4 تا بچه بزرگ کردن. پس خواستنم یه قضیه است که اسلام بهش توجه داره، بی توجه نباشیم. پس دومین نفری که خداوند گفته ازش حمایت میکنم، جوانی است که رو به ازدواج می آورد. اینا مستجاب الدعا هستند، واقعا دنبال طهارت و پاکی هستند. ما باید کاری بکنیم که دوباره اون اعتبار جوانامون رو بر بگرده. میدونی کلمه مستجاب الدعا چقدر کلمه این فرهنگ اصیل اسلامی در عالم اسلامی است که امروز چیزی ازش نمانده. دید جامعه نسبت به تازه دامادا و تازه عروسا واقعا دید بدی شده. برگردیم به تاریخمون، برگردیم به اصلمون، به اصالتمون، به فرهنگمون که چقدر اصیله، چه دیدی داره واقعا.
و چه احترامی قائل برای جوانا. چرا جوانای ما مستجاب الدعا نباشن؟ چرا پاک نباشن؟ چرا مورد حمایت خدا واقع نشن؟ چرا سلام و درود ملائکه بر اونها نباشه؟ دست به دست هم بدیم. این مراسم هیچ آفتی نداره. آفتش اینه که ما تشخیص ندادیم که این مراسم خوبه. اگر این منطقه بین خنج تا اینجا فیشور و این محلچه و این روستاها الحمدلله هم خیر دارن، میتونن عروسی های جمعی بزرگی تو مناطق مختلف هم برگزار بکنن، همه با هم هماهنگ فراخوان بزنن، هر سال 3 بار، هر 4 ماه عروسی جمعی از کل منطقه ثبت نام بکنن، با شکوه توی یک میدان وسیعی برگزار بشه، علمای منطقه دعوت بشن، مسئولین دعوت بشن. واقعا چقدر الفت و محبت. یعنی توی این عروسی گله‌دار بین 42 طایفه الفت شد. 42 طایفه. اگر کسی با کسی مشکل داشت، اگر کسی حرفش شده بود با کسی، اگر کسی با هم پشت رو بودن، قهر کرده بودن رو سر مسائلی، تو اون جمع دیگه در کنار هم نشستن. 42 طایفه دست. و وقتی که این جمعیت راه باز شد، یک دامادی پیش همه حرکت میکرد، 1 نفر و 21 نفر دنبالش توی همین جمع می آمدن با عزت و احترام. بزرگان قوم همه دست داماداشون گرفته بودن. چقدر صفا داشت. انشالله قطعا شاید کوتاهی از ما بوده که بالاخره این فرهنگ رو انتقال ندادیم، ولی از این به بعد انشالله چه بزرگان این منطقه از علما گرفته تا شورا تا امام جمعه تا همه دست به دست هم بدن، انشالله مراسم جمعی برگزار بکنن. اما نفر سوم که دیگه وجودی نداره، برده است که دنبال آزادیشه و اگر بکنه سیدش برده وجود نداره. بالاخره چه این دو مورد مد نظر باشه و بدونیم توسعه در یک جامعه همیشه به مغزهای توسعه یافته است. وقتی میخوان نمره بدن به یک روستایی، تحصیل کردگان و علما و خیرین و شخصیت‌های بزرگشون و مصلحان اجتماعیشون رو میشمارن، نه اینکه تعداد نفوسشون چقدره، چند تا خونه مجلل تو اون روستا هست. پس به شهری میگن شهر بزرگ، روستای بزرگ که افراد بزرگ، مغزهای بزرگ، تفکرات و اندیشه های بزرگ، خیرین و مصلحان و عالمان بزرگ داشته باشن که برای جامعه اسلامی دارن تلاش میکنن. خب موفق و مؤید باشید. از داماد عزیز که جاسم صحراگرد باشه هم تشکر میکنیم که بالاخره چند بار تماس گرفتن و توفیق حاصل شد، آمدیم در خدمتشون. امشب تعهدی دادن که من به همه کسانی که میان تو عروسی من تعهد میدم که به سلامتی بیان، به سلامتی هم بر بگردن، هم آبروششون و حسناتشون و ایمانشون و اخلاقشون و دینشون و حیثیتشون همه حفظ بشه، با دست پر هم بر بگردن. همه عزیزان، خواهر و برادری که توی این جمع شرکت کردن، هر کسی که بانی این جلسه شده، شما عزیزانی که تشریف آوردید این جمع با شما برگزار شد، همه گروه سرود و همه عزیزان، همه در تمامی امورات زندگیتون خاتمه به خیر و سربلند باشید. بگید آمین. خدایا چنین کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. Shone